به نام خدا. در نزدیکی شهر دمشق سوریه شیخ نامی به نام عبدالرزاق یا همان شیخ صنعان بوده که مقام والایی در عرفان داشته و صاحب مریدان و شاگردان فراوانی بوده. شیخ صنعان که چنین جاه و مقام و مرتبه‌ای در کمالات داشت، چند بار در خواب دید که در ولایت روم بتی را سجده می کند و چون بیدار شد به نور یقین دانست که خطر و امتحان بزرگی در پیش است و چاره ای ندارد و باید به سفر روم برود. پس عزم روم نمود و 400 شاگرد و مریدش نیز به پیروی او در سفر به ولایت روم همراه او شدند. زمانی که شیخ به روم رسید ناگهان بنا و عمارت باشکوهی را مشاهده کرد که دختر ترسا و مسیحی در کنار پنجره آن عمارت نشسته بود. دختر ترسا آنقدر زیبا بود که آفتاب بر جمال او حسد می‌ورزید و هر کس عاشق او می‌شد از شدت اشتیاق و عشق قبل از رسیدن به او جان تسلیم می‌کرد. دختر ترسا با دیدن شیخ نقاب پس می‌زند و شیخ با دیدن چهره بی‌نقاب دختر تمام وجودش از عشق آتش می‌گیرد و عشق آن زیبارو تمام هستی و ایمان و مقام و شهرت شیخ صنعان را به غارت می‌برد. شاگردان شیخ چون این حالت را دیدند شروع به نصیحت شیخ کردند، اما هیچ فایده ای نداشت، زیرا نصیحت در عاشق آشفته دل و درد بی‌درمان عشق هرگز اثر نمی‌کند. یارانش به دلداری او می‌پردازند. یکی از یارانش گفت: ای شیخ بزرگ، برخیز و غسلی کن و این اندیشه بد را از دل بران. و شیخ میگوید: امشب 100 بار با خون جگر غسل نمودم. مرید دیگری میگوید: شیخ بزرگ، تسبیحت را کجا افکندی؟ و شیخ پاسخ میدهد: تسبیحم را دور افکندم. و یکی از مریدانش میگوید: شیخا، برخیز و دست از این کار عاشقی بردار و نماز بگذار. و شیخ در جواب میگوید: صورت آن یار زیبا را نشانم دهید تا رو به محراب صورتش دائما نماز بگذارم. و هر یک از مریدان به تناسب حال نصیحتی کردند و پاسخ مناسب تری شنیدند و شیخ با این پاسخ نشان داد که عشق او به دختر ترسا بسی کاری است و او قصد کنار نهادن این عشق را ندارد و ساکن کوی دلدار می شود. از دیگر سو دختر ترسا با دیدن این وضعیت از خدمتکارانش می خواهد که از حال شیخ جویا بشوند و بپرسند درد و گرفتاری او از کجاست و اگر او نیازمند مال و منال است به او مال بدهید، اگر بیمار است طبیب برایش خبر کنید، اگر گناهکار است من برایش از حضرت مسیح شفاعت می طلبم. اما اگر عاشق است دلدارش را خبر کنید، چون که علاج عشق نه در دست ماست و نه در دست حضرت مسیح، زیرا درد عشق را فقط دلدار می داند و فقط او قادر به درمانش است. اما هرچند آن نگار زیبارو خود را در ظاهر به بیخبری زده بود، اما دلش از جان شیخ آگاه بود و تجاهلش نیز از روی ناز محبوبی بود. و چنین بود که شیخ نزدیک به 1 ماه
در کوچه ترسازاده نشست و حتی با سگان کویش همنشین شد تا دختر بر بالینش آمد و خودش از حال شیخ جویا شد. و شیخ به عشق دختر گفت که دلم از دوریت خون است، چشمانم چون ابر در بارش است و وجودم از عشق تو بیقرار است. دختر ترسا از روی ناز و تکبر پاسخ داد که تو پیری و از شدت پیری بی عقل و خرفت گشتی. لباس عشق برازنده تو نیست. تو باید در تدارک کافور و کفن باشی. شیخ پاسخ می دهد هرچه دلت می خواهد به من بگو، اما بدان که عشق پیر و جوان نمی شناسد و عشق بر هر دلی بنشیند آن دل را آشفته می سازد. دختر ترسا می گوید اگر تو در عشقت مردانه ایستاده ای باید 4 شرط را به جای آوری و آن 4 شرط آن است که بت پرستی کن، قرآن بسوزان، شراب بنوش و ایمانت را کنار بگذار. شیخ گفت شراب می نوشم اما آن 3 کار دیگر را نمی توانم. دختر ترسا گفت کسی که همرنگ یارش نباشد او یار ناصادق است. پس اگر تو در عشق به من صادقی باید اسلام را کنار بگذاری و دین من را قبول کنی. و شیخ قبول کرد. شیخ را به شرابخانه بردند و شیخ از یک سو با نوشیدن شراب و از سوی دیگر از جمال دختر ترسا چنان مست شد که نزدیک بود دستش را در گردن ترسازاده کند. اکنون اگر قصد داری به من برسی باید به دین من اقرار نمایی. و شیخ چنان کرد و شیخ را به دیر ترسایان بردند. جامعه اسلام کنار نهاد و مسیحی گشت و همه آنچه را که می‌دانست از قرآن اسلام همه را به کلی فراموش کرد. آنگاه رو به دختر ترسا کرد و گفت ای دلبر زیبا، هر آنچه خواستی انجام دادم. شراب نوشیدم و بت پرستی کردم و بلایی از عشق بر سرم آمد که هیچ کس نبیند. از عشق تو بود که همه رازهای سینه‌ام و گنجینه معرفتم از بین رفت. و اکنون چون کودکان نوآموز مکتب شده‌ام و انگار تازه الفبا می آموزم و ابجد می خوانم. و اکنون من وصال تو را می خواهم و این همه کار را به امید وصل تو و رسیدن به تو انجام دادم. دیگر بار دختر ترسا گفت که کابین و مهریه من بسیار سنگین است و من سیم و زر زیاد می طلبم و تو بی چیزی. بهتر است از عشق من درگذری. شیخ گفت این همه مرا دردسر نده و بهانه تراشی نکن. نمی بینی که به خاطر تو دین و ایمان و دوستانم را از دست دادم؟ آیا این چنین رفتاری با من درست است؟ ترسازاده که او را مرد کار و جدی یافت گفت پس به جای مهریه من باید 1 سال خوکبانی و خوکچرانی کنی تا آنگاه به من برسی. شیخ 1 سال تمام خوکچرانی کرد. یاران شیخ با دیدن حال و روز شیخ او را ترک نمودند و به جانب کعبه روانه شدند. در کعبه یکی از شاگردان شیخ که با او نبود از شاگردان دیگر حال شیخ را پرسید و شاگردان همه ماجرا را تعریف نمودند. آن شاگرد کعبه نشین ناراحت گشت و گفت اگر شما با شیخ خود همرنگ بودید باید هرچه او میکرد پیروی میکردید و با او مسیحی میشدید. پس شرم بر شما که شیخ خود را رها نمودید. شاگردان پاسخ دادند که ما خواستیم تا با شیخ همراه و همگام شویم، اما او قبول نکرد
و به ما گفت دنبال کار خیش رویم. آن مرید کعبه نشین گفت اگرچه از در شیخ بازگشته اید، اما از در حق نباید برید و بازگشت. و شاگردان به اشاره آن مرید خاص 40 شبانه روز به تضرع و دعا و چله نشینی پرداختند تا دوباره شیخ را بازیابند. سرانجام پس از 40 شبانه روز زاری و التماس، آن مرید خاص در حالت رؤیا و شهود پیامبر اکرم صلی الله را دید و به دامنش در افتاد که ای راهنمای عالمیان، به خاطر خدا شیخ ما را از گمراهی نجات بخش. حضرت پیامبر پاسخش می دهد که به خاطر همت عالی تو که برای رهایی شیخ به خداوند توسل جستی، شیخ را رها نمودم. گرفتاری شیخ از آن جهت بود که از دیرباز غباری در وجود شیخ بود که او را گرفتار نموده بود و من شفاعتش کردم تا توبه نمود و آن غبار از میان رفت و او توبه کرد و از گناه پاک گردید. آن مرید خاص با شنیدن مژده رهایی شیخ توسط پیامبر صلی الله از شادی مدهوش گشت و به همه مریدان دیگر مژده داد و همگی عازم محلی شدند که شیخ در آنجا خوکبانی میکرد. شیخ با دیدن یاران از خجالت جامه درید، اما یاران به دلداری او برخاسته و گفتند امروز روز شکر و سپاس است و نه غم و پشیمانی. و شیخ دوباره غسل کرد و از نو مسلمان گشت و همگی عازم کعبه گشتند. از آن سو دختر ترسا در خواب دید که آفتاب با او در سخن آمد و گفت در پی شیخ روانه شو و دین او بپذیر و تو که او را پلید نموده بودی به دست او پاک شو. دختر ترسا چون از خواب برخاست جانش را پر درد یافت و احساس عجیبی پیدا کرد. چاره ای نبود جز اینکه در پی شیخ روانه گردد. او در حالی که به دنبال شیخ سر از پا نمی شناخت با خدا راز نیاز می کرد و می گفت خداوندا، مرد راهت را من راه زدم و از راه بردم، اما تو مرا از راه مبر که من نادان و غافل بودم. خداوندا، دریای خشم و قهرت را فرو نشان، چرا که من ندانستم و خطا کردم. از درون به شیخ الهام شد که دختر ترسا از دینش برون شده و به راه باز آمده است و این زمان به دستگیری نیاز دارد. شیخ دوباره چون باد به سرعت به عقب و در پی دختر روان شد. مریدان دوباره دچار نگرانی شدند و بیم از آن یافتند که شیخ باز دین و ایمانش را از دست بدهد. شیخ در پاسخ مریدان حال دختر را با آنان بگفت و شیخ با یاران به عقب برگشتند تا به آن دختر دلنواز رسیدند. دختر چنان پریشان گشته بود که انگار مرده‌ای بر روی زمین بود. دختر با دیدن شیخ خود مدهوش گشت. زمانی که دختر به هوش آمد گفت از شرمساری جانم آتش گرفته و بیش از این توان در بیراه رفتن را ندارم. من را توبه ده و آیین اسلام را بر من عرضه نما. دختر چنان ذوق ایمان در دلش جاری گشت که توان ماندن در این جهان را از دست داد و با شیخ الوداع نمود و جان تسلیم کرد.